بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. صح؟ وقال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأما المتابعة فأدلتها كثيرة، أيضا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ در اینجا بسیار از اون قرآن ذکر کرده است از دلیل ها را، اگر با از سنت گره تماما حجم کتاب کلام میشود. مفهوم؟ اما متابعت باشد، یعنی که پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام، طوری که در دیگه درس ها و در دیگر موضوع ها گفتیم و در همین درس گفتیم که یکی از شرط هایی که عبادت قبول درگاه الله حق سبحانه و تعالی باشد این اخلاص است، و دیگر چیه؟ این پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام هم خلاصه. خیلی که در حدیث هم خوندیم که اخلاص در قلب می شود طبق حدیث یکمی حدیث، و طبق حدیث چندم باید که چی باشد؟ ظاهراً باید که انسان موافق با نشانداد شریعت عبادت کند. حدیث چندم بود؟ پنجم. بله، حدیثی که از عایشه روایت میکنن دو روایت بود. حدیثی بود بخاری مسلم روایت کردن، و حدیثی بود که خاص از روایتی امام مسلم بود. و اما شیخ میفرماد که پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام کردن دلیل آن خیلی هم بسیار است نیست، یعنی چقدر که دلیل اخلاص بسیاره، پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام دلیلش خیلی هم بسیار است از کتاب الله، یعنی از قرآن کریم و سنت پیغمبر علیه الصلاه و السلام. اینو میدونستی میدونم، با نمیدونستی یعرف هذا من یعرف، و آموختگی آدم میدونه، و جاهل آمون جاهل است نمیدونه چیزه. برای ما میگه که پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام کردن در کار دلیل است از قرآن، از حدیث دلیل است گوید، و چیکار میکنه؟ نام یک آدمایی رو میگیرد که مثال الله اعلم یا آدم بودن شما. نه، فمنها ما جاء في قول الله تعالى، از جمله همون دلیل هایی که دلالت به پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام میکند آن است که در قول الله حق سبحانه و تعالی آمده در سوره حشر: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و ما آتاکم الرسول و ما اعطاکم الرسول میشد، یعنی اون چیزی که رسول پیغمبر علیه الصلاه و السلام به شما عطا بخشید، داد آورد، فخذوه، همون گیرید، فخذوه. و ما نهاکم عنه، و آن چیزی که از وی شما را منع کرد، فانتهوا، دست کشید. دست نکشیده چی میشه؟ مخالف سنت میشه. از متابعت برآمدید. واتقوا الله، از الله تقوا بکنید. اکنون اصلا جنس تقوا چیه؟ اساسا معنای تقوا آن است که یک چیزه برای خود دیوار قرار دادن، پرده قرار دادن، سپر قرار دادن است که وی شما را نگه می‌دارد از عذاب الله حق سبحانه و تعالی.
و نمودی تقوا به هر نمود میشه، همون سیاق جمله رو دیده، دوام جمله رو دیده با فهمیدن میشه. مثلا این جنده گفتش که فتقوا الله واتقوا الله، بعد از همین نصیحت کردن میگه که از الله تقوا بکنید. در اینجا معنی تقوا چی بوده است؟ با کدام چیز میتواند انسان در همین آیت برای خود سپر پرده تیار کند که در آتش دوزخ او را از آتش دوزخ نگه دارد؟ پیروی از پیغمبر علیه السلام. فهمید؟ یعنی اون چی که پیغمبر آورد او را گیرید و از من کرده هاش دست کشید، انمی برای شما چی میشه؟ تقوا رو به جا آوردگی میشه. ان الله شدید العقاب، به درستی الله در عقاب، در جزا دادن، در سرزنش کردن سخته. وقتی که در دستی او افتیدی دیگه خلاصی نداری. هم خلاصه برای همون حالا آنکه تو را عفو کرده، مهلت داده است که تو توبه کنی، اصلاح شوی، درست شوی، باید که یعنی که چشمتو کشایی، چه تیز مراجعت به پروردگار کنی، اینابت کنی، توبه کنی. مهم یعنی هر جا که اتق الله آمد و یک معنای هست، یا در پیش جمله یا بعد جمله. مثلا یک کس میبینید که یک کس هم تو دیدو، یک کس هم تو شسته، یکون کار نکرده است، ما میگیتش که اتق الله و هم در حیرت میمونه. هم خلاصه و یک کس میبینید که مثال گیریم میبینیدش که دروغ گفتی شده است، میگه که یا اخی اتق الله، از الله تقوا بکن. این چه معنا دارد؟ یعنی دروغ پرتافتن، ترک دروغ کردن، صادق شدن، این از چه؟ از تقوا است. همین معنی گرفت. خیلی که یک کس هم چیزه السلام علیکم نزد تینجر میگه برادر سلام علیکم میگه اتق الله. نه. وقال جل من قائل، الله بزرگ که از همه بزرگترین گوینده هاست چنین میفرماد که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ای وما ينبغي، یعنی لایق نیست برای مؤمن، ولا مؤمنه، و برای مؤمنه هم لایق نیست، یعنی نسزد، نمیزیبد برای مؤمن و مؤمنه چیکار کردن؟ اذا قضى الله ورسوله امرا، وقتی که الله و پیغمبر او یگان حکمی را، یگان قضای را حکم کرده باشند، ان یکون لهم الخیره، برای اونها اختیار باشد، من امرهم ای ان یختاروا من امره غیر الذي قضا، یعنی مرد مؤمن و زن مؤمنه اونجا که الله گفتگی باشد یک کاره حلال گفته باشد یا حرام گفته باشد، یا که پیغمبر حلال گفته باشد یا که حرام گفته باشد، نمیزیبد برای مؤمن، یا که حق ندارد مؤمن یا که مؤمن چیکار کند؟ اختیار کند غیر قضای الله را. فهمیدید؟ گفت که نه من با گفت خودم میکنم. یعنی برای من و شما اختیار نیست که در شریعت داریم کدام چیزی که برای ما معقوله همون گیریم، کدام چیزی که معقول ما نیست چیکار کنیم؟ او را پرتیم. خیلی که الله تعالی میفرماد که ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه، کسانی که ایمان آورده در اسلام داخل شد کافه و پررگی، همه جانب اسلام قبول کنید. بعضی کسان میگویند که مثلا اسلام ما رسم معقوله، جهادش معقول نیست، ممکن نیست و اسلام اون انسان پره نیست. مثلا بعضی زنها میگوید که مثلا ویاشم بی سوادش میگوید که من تمام حکم الله راضی ام، همین بسیار زنه به هیچ دلم راضی نیستم. نعوذ بالله کافر میشه، دین برای اگه اعتقاد کند ها، یعنی که چی بگم رشک دارد ها، نمیفارتش، لیکن نباید بود که مثلا من راضی نیستم در این. همین این قضای الله هست و حکم پیغمبر علیه السلام است. و من یعص الله و رسوله، کسی معصیت از الله و پیغمبر او بکند، ایو خالف، معصیت معناش چیه؟ مخالفت از الله بکند و مخالفت از پیغمبر او بکند، فقد ضل ای اخطأ الحق، یعنی از حق چیکار شده است؟ بیره زده است و گمراه شدگی است، ضلال مبین، گمراهی او را همه باید دوند، یا گمراهی پوشیده نیست. فهمید؟ خطاً واضحاً، یک خطایی چیکار کرده است؟ واضح و روشن کرده است که او را با همه دونند.
و قال الله عز و جل، الله سبحانه و تعالی ما میفرماید این آیات رو ما برای چی خوانده ایستادیم؟ برای چی شدیدن؟ دلیل برای پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام. سبحان الله، نگاه چقدر دلیل هست به پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام. در برابری با وجود این قدر دلیل های بسیار و برزیاد آمدنش، با میبینید که مردم دادام گفت، بابام گفت، ایشان گفت، خوجه گفت، سید گفت، این گفت، آن گفت. بی معنی ده، بی معنی. از قرآن هم اینا سبب چیه؟ سبب دور شدن از قرآن و سنت. از دوام شیخ میفرما صاحب متن و صاحب شرح رحمهم الله. و قال سبحانه، الله سبحانه میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، استجیبوا لله، ای اجیبوا لله، الله را قبول کنید. الله شما را فریاد دارد. هم خلاص استجیبوا لله، الله را اجابت بکنید، ولی رسول و پیغمبر اجابت بکنید. اذا دعاکم، کدام وقت اجابت میکنه؟ وقتی که شما را فریاد بکنه، وقتی که شما را دعوت میکنه. شما یعنی خودتون رو کوری انداخته، خود کر انداخته نبروید. لما یحییکم، خصوصا شما را الله و پیغمبر برای چی دعوت میکند؟ لما یحییکم، برای حیات شما. فهمیدید؟ یعنی حیات شما اعتبار دارد. حیات شما اون وقت حیات هسته که شما اون وقت زنده هستید وقتی که به گفتی الله، به گفتی پیغمبر زنده باشید. خلاصه ای لما فیه حیاتکم من الایمان والعمل الصالح، اونه که شما را دعوت کرده و برای شما حیات است. مراد از اون حیات چیه؟ حیات ایماندار و حیاتی که عملی صالح دارد. معلوم است که کسی در زندگانی خود و ایمان نداشته باشه، نعوذ بالله، و عملی صالح نداشته باشه و در پیش الله سبحانه و تعالی زنده نیست و کیها مردگی است. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، و بدانید که الله حائل میشود میان بنده و قلب او. یعنی این قلبی که تو داری ای انسان، قلبی که تو داری، نگو که این در دست منه، چی کار خواهم من به این قلب میکنم. نه، بین تو بین قلبتان ده الله حائل است. یعنی این اختیار قلب تو در دست الله هست. کدوم طرف خواهد همون طرف او را چپش میکند، به طرف حق، به طرف باطل، به طرف هدایت، به طرف ضلالت. یملک علیه، مالک قلب تو هست. یقلبه، فهمیده؟ او را چپش میکند. او یصرفه کیف یشاء، چه خیلی خواهد به همون طرز و به همون اسلوب و به همون نمود او را یعنی که صرفش میکند. و انه الیه تحشرون، و بدانید که اینجا انه برای خاطر آن شده است که واعلموا انه الیه تحشرون، و بدانید که شما به سوی او گرد آورده میشوید. شما را از قبر میخزانند به پیش پروردگار، در پیش الله شما را جمعتون میکنند. خب از اینجا چی گرفتیم؟ دلیل پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام. استجیبوا لله وللرسول. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. الله تعالی نیز می‌فرماید بگو اگر شما الله را دوست می داشته باشید پیروی از من بکنید. فاتبعونی، فهمیدید؟ پیروی از پیغمبر علیه الصلاه و السلام کردن چی میشه؟ بالتمسک بالسنه، به سبب به سنت عمل کردن میشه. یحببکم الله، انا همون حین الله شما رو بعد دوست می‌داره. فهمیدید؟ این خیلی نه که میگه من الله رو دوست می‌دارم گفته گردی پیروی از پیغمبر نکنی. فهمیدید؟ یعنی برای خاطر اینکه تو الله رو دوست داشتنت واقعی باشد، این قدری احمدی کلان نیست. تو باید در تلاش آن باشی که الله تو رو دوست دارد. تو خواهی نخواهی باید که الله رو دوست داری، مجبوری دوستش داری. مهم یا که شأن آن است که کوشش و تلاش کنی که الله تو رو دوست دارد. همه میگوید که من قربان الله شدم، من الله رو دوست می‌دارم. آخرش هم میگوید من الله رو دوست می‌دارم، مشرکش هم میگوید من الله رو دوست می‌دارم، زناکارش هم میگوید من الله رو دوست می‌دارم، ریش میتراش میگرد میگوید من الله رو دوست می‌دارم. هر کاری فاسق رو میکند میگوید من الله رو دوست می‌دارم. با میگید که نه برادر، شأن آن نیست که تو الله رو دوست داری. یعنی این یکم اولین درجه نیست که تو این دعوای تو کنی گردی. تو تلاش و کوشش آن کن که چی کار کنی که الله تو رو دوست دارد. انا برای خاطر همین
الله سبحانه و تعالی با پیغمبر خود صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که قل ان کنتم تحبون الله، بگو برای اون مدعیان، کسانی که دعوا میکنن که ما الله رو دوست می‌داریم، اگر شما الله رو دوست می‌داشته باشید پیروی از من بکنید، یحببکم الله، انا همون وقت الله شما رو دوست می‌دارد. فهمیدید؟ از پیغمبر دور شدیدتون، از قرآن دور شدید، بدعت کرده ایستادید و دعوا میکنید که ما الله رو دوست می‌داریم. حالا نه فقط شما الله رو دوست می‌دارید، الله شما رو دوست نمی‌دارد. و یغفر لكم ذنوبکم، و گناه شما را میبخشد. والله غفور رحیم، الله آمرزنده و مهربان است. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث صحيح گذشته بدینه، فرمود پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت از ابو هریره و اسمه عبد الرحمن بن دوس الصخری، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی الله عنه، فرمود کل امتی يدخلون الجنه، همه امتی من به جنت داخل میشوند الا من ابا، مگر کسی که نخواهد، مگر کسی که ابا کند، مانع شود، نمی درایم گوید. قالوا یا رسول الله و من یابا، گفتن یا رسول الله کی نمیخواهد در آمدن؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا، کسی از من اطاعت بکند به جنت داخل میشه، کسی از من معصیت بکنه یعنی مخالفی من رفتار کند انا هوای نمیخواد در آمدن. و شرط نیست به زبونش بگن که من نمیدارم جنت. بسیار آدم هستن که به زبون گفته ایستادن تا مردن شد من جنت میدرایم، فهمیدید؟ اما حالی او، رفتاری او چی گفتی، چی را دلالت میکنه؟ من نمیدرایم گفته است. فهمیدید؟ نه. شیخ میفرماید صاحب شرح که ثم لما صار، یعنی که از صاحب متن گفته ایستاد است که ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. اکنون میگوید که در دور پیغمبر علیه السلام، در دوران صحابگان، در دوران بزرگ امت، در زمانه بزرگ بودن امت، اون دوره خود امت بزرگ بود، زیرا که رعایت میکنن چرا؟ این دو حقوق رعایت میکردن. اکنون دوره شیخ محمد بن عبدالوهاب ببینید. سپس چون به بیشتر امت رخ داد آنچه که رخ داد، یعنی بستر امت به بالا فرامدن گرفت، شیطان برایشان اخلاص را در صورت پس دادن صالحا و بی‌پروایی حقوق آنها اظهار کرد و برایشان نیز با الله شریک قرار دادن را در صورت محبت صالحا و پیروی از آنها اظهار کرد. یعنی شیطان آمد چیکار کرد؟ برای ویا از خودش برنامه راست کرد. اخلاص چیست؟ شرک چیست؟ تماما برنامه پیشنهاد کرده شیطان عکسی برنامه نشان دادی الله پیغمبر شد. فهمیدید؟ برای من گفتی صداست که آمده نشون داد که اخلاص چیست. اخلاص آن است که مزارها میروید، قبرها میروید، بیاره زیارت میکنه. گفته این آن اگیتاسیون پروپاگاندا بود، دعوت و تشویقات بود. فهمیدید؟ و این برایشون چی بود؟ اخلاص گفت. شرک چیه؟ شرک یعنی که حق و حقوق همین کیارا پایمال کردن، یعنی این مزار و این اولیاهایی که مردگی هستن کسی همینا حق و حقوقشون پایمال کنه و بالا چیکار کرده؟ شرک آورده گفتن. فهمیدید؟ اکنون چی خیلی شد که مردم با دعوت شیطان قبول کردن. من الجنة والناس، شیطان از جنها میشه و از انسان ها میشه. مخلل چی خیلی سوال به میان میاد که چی خیلی میشود که مردم برنامه شیطان قبول کردن. در دور محمد بن عبدالوهاب هم وقتی که ویا به دور با پیغمبر علیه السلام نزدیک بودن، هم خیلی دور ما از پیغمبر علیه السلام دور است. چه خیلی که امروز هم هر رویه حزب نزدیک اسلام قبول کرده سادیان، حالا که گمراهی است. یعنی حزب جماعت تبلیغ قبول کرده سند، با دیگه جماعه ها تحریر و جماعه های گمراه قبول. برای چی؟ معلوم میشه که جهل. مردم وقتی که یعنی که بی سواد ماند، اگر شیطان به منال ویار چکار مهند سید کردن میتوند. یک چیزی که خالی باشه و پر کردنش آسان میشه. وقتی چیزی که پر باشد و حاجت به دیگر ریختن نمیشه. مردم از عقیده خالی بودن،
چخیلی که امروز خالی هم. المقصود بهذا الكلام شارح میفرماید مقصد از این سخن چیست؟ خب مقصد شیخ میفرماید که از این سخن چیست؟ انه لما ادخل في الدين ما ادخل من البدع، وقتی که در دین در آوردن اون بدعتایی که لغت کردن، لما ادخل في الدين وقتی که در دین لغت کردن، چرا؟ ما ادخل من البدع، اون بدعت ها رو به هر انواعش در آوردن. مثلا که بدع صوفیه، مثل بدعت های صوفی ها، صوفی با هر یک نمود، نقشبندی و قادری و با دیگر باطلی و همین. و بدع التشیع و شیعه ها، بدعت شیعه ها، شیعه از اول تا به آخرش بدعت، بعضی بدعتی کافری سخته بود، همینا در دین در آمدن. و ما الى ذلك من البدع و غیر از این دیگه بدعت ها وقتی که در دین در آمدن، وقتی که اینا که در آمدن، اظهر الشیطان لکثیر من الناس، دیدید برای همون شیطان کدام وقت امکانیت میتونه یافتن برای خاطر در بین مردم در آمدن. وقتی که مردم از قرآن و حدیث دور شدن، بعد به بدعتی شدن، بی‌ملال شیطان به اونها کار کردن میگیرد. شیطان میگه اظهار کرد برای بسیاری از مردم ان اخلاص العبادت لله، ان اخلاص العبادت لله، شیطان درس میتویاره، یعنی اخلاص کردن عبادت برای الله، خالص کردن عبادت برای الله، و عدم دعای اولئک صالحین فی زعمهم یکون فیه تنقص، و یعنی دعا نکردنی و نخواندنی و عبادت نکردنی این صالحات در گمان مردم چی می باشد؟ یکون فیه تنقص للصالحین. فهمیده؟ این یک در شأن صالحا یک کمبوده، حق و حقوق ویار پس زدن و تقصیر فی حقوقهم. و ان من دعا اولئک الصالحین، شیطان درسشون داد، گفت که کسی که دعا بنا عبادت است کند، کسی فریاد کند عبادت کند این صالحا را، و استغاث بهم در سختی ها، در مشکلی ها، در وقت عذاب کشیدن از ویا یاردم بپرسد، چون که استغاثه این دعا در وقت مشکله. و جعلهم وسائط بینه و بین الله، کسی که ویا را چیکار کند؟ ویها را واسطه گیرد بین خود و بین الله، یعنی که راست با الله مباشرتا دعا نکنه، گوید که ای مثال عبدالقادر گیلانی، ای حسین، ای حسن، از الله پرسون خیل کنم من این امتیاد و امتیاد. فقد عرف حقهم، انا مو آدم چی؟ حق و حقوق ویار دانستگی میشود، انا مو آدم حق و حقوقش دانستگی میشود. علما بأن الله يمنع ويأبى أن يشرك معه غيره في شيء من العبادة، حالا که دانسته میشود که الله منع میکند و نمیخواهد که یگان کس را همراه او شریک قرار داده شود در یگان چیزی از انواع عبادت، حتی ولو کان ملکا مقربا او نبی مرسله، خواه اون چیزی شرک آورده فرشته مقرب باشد، خواه پیغمبری فرستاده باشد، باید که دونیم که الله راضی نمیشد. خیلی که در دویم رساله، در رسول ثلاثه دویم رساله شان شیخ چی فرمود؟ الثاني ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فما بالك بالاخرين. و شما چی میگه درباره و ان ملک سنه؟ وقد فصل الله عز وجل في بعض آياته بين الحق المشترك بينه وبين رسوله والحق الخالص له، فقال الله جل من قائل. در اینجا الله سبحانه و تعالی حاضر یک آیت شیخ پیشنهاد میکنه که در این آیت الله سبحانه و تعالی چیکار کرده است؟ به طریق تفسیر کشاد و روشن در بعضی آیاتاش میفهماند بعضی حقوق را که و هم حقوق الله است و هم حقوق پیغمبر است، و بعضی حقوق است که و خاص برای خودش است و در او پیغمبر دخلدار نیست. مثلا الله تعالی میفرماید و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون، کسی که اطاعت از الله بکند و اطاعت از پیغمبرش بکند. اطاعت در کدام اومد؟
اطاعت کردن هم حق الله است و هم حق پیغمبر. مخیل است؟ دیدید که لفظ اطاعت هم برای الله آمد ایستاده و به طریق عطف با چی اومد؟ برای پیغمبر هم اومد. دوامش ببینید. و یخشى الله، یخاف، و از الله بترسد. معلومه است که از پیغمبر ترسیده نمیشه چون که حق الله است. مخیل؟ و یتقه، الله را چیکار کند؟ یعنی که تقوا بکند. تقوا فقط از چی میشه؟ از الله میشه. فاولئک هم الفائزون، انا همین چنین انسان ها چند پیروزمندند. الذين ظفروا بمطلوبهم، اون کسانی که به مطلوب و به مراد و مقصدی خیش رسیدگان هستند. فجعل الطاعه مشترکه بینه و بین الرسول صلی الله علیه و سلم. دیدید الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه طاعت را همچون حقی مشترک قرار داد میان خود و میان پیغمبرش صلی الله علیه و سلم. مخلص خیلی که گفتیم وجعل الخشیه والاتقاء له وحده، و خشیت، ترس را و تقوا را برای خود تنها قرار داد که این را نباید که برای یگون خلق از مخلوقات صرف کرده شود، چون که خشیه و تقوا خاص از حقوق الله سبحانه و تعالی می باشد. وقد قال الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أكرم الخلق عليه وأعلاهم عنده منزلة وأفضلهم عنده مقاما. و واقعا الله سبحانه و تعالی، الله عز و جل درباره رسول صلی الله علیه و سلم چنین گفت: آن رسولی که وی از همه گرامی ترین خلق مخلوقات است در پیشگاه الله و در نزد الله او از همه منزلت و مرتبه بزرگ و بلند دارد که مرتبه یگان کس از مرتبه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در پیشگاه الله بلندتر نیست. و افضلهم عنده مقام، در مقام، در ایست، در زینه از همه بلندترین و بزرگترین مقام دارد. درباره الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ لیس لک من الامر شیء. نگاه لیس لک من الامر شیء، این کار تو نیست. فهمید شدید؟ لیس لک من الامر شیء یعنی این کار تو نیست. او یتوب علیهم، الله و یارا میبخشد، توبهشون قبول میکند. او یعذبهم، یا و یارا عذابشون میکند. فانهم ظالمون، بدرسی و یا ظالمن. فهمیدید؟ سبب همین آیات همین است که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یدعو علی ناس من المشرکین فی الصلاة علی ناس، یعنی پیغمبر علیه السلام در نماز و مقابل بعض مردم مشرک در نماز دعا میکرد. فهمیدید؟ نامشون گرفته دعا میکرد و مقابل ویها. واسه این آیه نازل شد. متفقون علیه، از ابو هریره روایت میکنن، مسلم روایت میکنه از انس و او را بخاری تعلیقش میکنه. یعنی وقتی پیغمبر علیه السلام به مقابل مشرکا دعای بد کردن گرفت، الله خواهد و یا را چه توبهشون قبول میکند، خواهد و یا را عذابشون میکند و یا ظالم خطا فاحش و خطای بزرگ است، بی‌زیب است. لا یجوز لاحد ان یعتقد، چنین اعتقاد داشتن برای کسی چی نیست، جایز نیست. و ان الموحدین لم یهضموا الصالحین حقهم، آدمای اهل توحید، کسی که توحید رعایت میکنن گو وایها هیچ وقت حق و حقوق صالح ها را لم یهضموا، پایمال نکردن و نمیکنن. بل یحبونهم لله، بل برعکس کار میکنن. مو اهل توحید، آدمای صالح گذشتگان دوستشون میدارن لله، برای خاطر الله. این کانوا صالحین علی الحقیقه، به شرطی که چی باشن؟ در حقیقت آدمای صالح باشن، با اینکه ندونن در اونجا کی مرده و کی را قبر کردن بس صالحش گفتیم. ولكنهم لا يعطونهم شيئا من حق الله عز وجل، ولی اهل توحید به صالحا یگان چیزی از حق الله را گرفته برایشان نمیدهند. مثلا حق الله را گرفته نمیدهند به کدوم معنا؟ نزد قبر صالحا رفته برای از ویا چی؟ فرزند طلب کردن، هم خلاصه باران طلب کردن، برای بیمارها شفا طلبیدن، اینا از حقوق الله هستند. مثلا یعنی اهل توحید این کارا نمیکنن، زیرا که این از حق و حقوق الله است. لعلمهم ان ذلك موجب لسخطه، چون که ویا میدانن، لعلمهم ویا میدانن که این کار
موجب و سبب غضب الله تعالی است. فهمیده کسی این کارو کنه به غضب الله گرفتار میشه، برای این کارو نمیکنن. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن قال له انت سيدنا وابن سيدنا. پیغمبر علیه السلام گفت برای اون کسی که برایش چی گفت؟ گفت که تو سیدی ما هستی و پسری سیدی ما هستی. پیغمبر علیه السلام چی فرمود؟ یا ایها الناس، گفت ای مردم، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. یعنی ای مردم قولوا بقولكم، همون سخنی خودتون گفتن گیرید. قولوا بقولكم یعنی سخنی همین چه خیلی که عادتا سخنتون میگه همه خیلی گوید. و نشود که لا یستهوینکم، شما را چکار کند؟ شیطان مشغولتون گرداند. یعنی نشود که با شیطان شما را چکار کند؟ بند کند. همون سخن تو قپیده آیسته آیسته چکار کند؟ باید کار بردن گره به همون سخنتون. انا محمد ابن عبدالله، من محمد پسر عبدالله هستم و رسول الله و رسول الله هستم. والله ما احب ان ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. قسم الله من نمیخواهم که شما مرا بلند بردارید از اون زینه‌ای که الله تعالی مرا برداشته است. یعنی از اون مقداری که الله تعالی منو برداشته تو اکنون از وی بلند نبردارید. من بنده هستم و رسول الله هستم. گفته این حدیث احمد روایت میکنند از حدیث از سخن انس بن مالک رضی الله عنه. حدیث امام شیخ البانی چی صحیحش گفته است در سلسله صحیحه. نعم. وقال لمن قال له، و پیغمبر علیه السلام نیز گفت برای اون کسی که برایش چنین گفت. چی گفت؟ گفت که یا رسول الله جهدت الانفس، ای رسول الله یعنی که جانها عذاب کشیدند. و ضاعت العیال، یعنی که بتون در زیر دست مبودگی ها نیست و نابوس، یعنی بچه کچه ما گوسنه ماندیم، گاو و گوسفندشون گوسفند تشنه و گرسنه ماندن. و نهیکت الاموال، و مال ملک یعنی که پایمال شدن نیست شدن. و هلکت الانعام، و چارپاها مردن. فاستسق الله لنا، برای ما از الله باران بپرس. فهمیدید؟ یعنی که آب نشود با مشکلی میشد کم خیلی. فإنا نستشفع بك على الله، ما تو را شفاعت میگیریم به الله. دیدید؟ یعنی ما تو را شفاعت میگیریم به الله، معناش این است که ما دو کسه شده، اگر ما 100 کس باشیم تو را گیریم 101 کس میشویم و مقابل الله. فهمیدید؟ ما تو را شفاعت میگیریم به الله گفته شده است. و نستشفع بالله علیک، و الله را شفاعت میگیریم به تو. فهمیدید؟ یعنی که در این عباره یعنی که خودشونو به پیغمبر علاوه کرده شدن، در دوم عباره گفتن که با ما به الله یکتا میشویم و مقابلت. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام چنین فرمود: وای وای به حال تو، اتدری ما تقول، تو چی گفتنت دانستی سادی؟ یعنی میدانی چی گفت سادی؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. پیغمبر علیه السلام تسبیح گفت، یعنی سبحان الله گفت، تا اون اندازه سبحان الله گفتن گرفت که این را در روی صحابگانش دیده میشد. یعنی صحابه ها چی فهمیدن که پیغمبر علیه السلام ناراحت شد از این سخن. ثم قال، بعد از آن گفت: ویحک انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه. گفت به درستی شفاعت گرفتن نمی شود الله را به کسی از خلقش، به مقابل کسی از خلقش. شأن الله اعظم من ذلك، شأن و شرف الله عظیم بزرگ است. یعنی الله تعالی ذات بزرگ است، نخواد که شما در هر یک کار چیکار کنید، یعنی که شفاعت گرفته وای کنید. بعد پرسید: ویحک اتدری ما الله، تو الله کی بودنش میدانی؟ ان عرشه على سماواته هكذا، بدرستی عرش او، عرش الله در بالای آسمان ها همین طور است. گفته که اشاره کر عرش را. و قال باصحابه باشه، یعنی انگشتر با انگشتش همین طور کرده. چنین گفت: مثل القبه علیه، مانند چی؟ یک گنبد در بالای آسمان. یعنی عرش الله به مثال گنبد است در بالای آسمان ها. گفته به دستش اشاره کرد: و انه لا یئت به اطیت الرحل بالراکب،
دیده البته انا همون چیکار میکند؟ ناله میکند، ناله زار و آواز میبرد میگود با مانندی که مثال گیریم چه انا همون چیزی که حیوانی که در بالاش بار هسته که سوار شدگی یعنی که صاحب است سوار شده بعد چی در بالش بار بسیار است که خیلی که لحک میزنه دو حیوان عظیم میکشه از بار وزنی، یعنی آسمان ها و زمین یعنی که از اون زوری از اون حشمت و از اون بزرگی عرش همین خیلی چی مینولد همین قدر به قوت است عرش. میدونی عرش الله حال همین خیلی است. این حدیثه بر ابو داود روایت میکند الحديث جبير بن مطعم وضعفه الألباني في سلسلة ضعيفة حديث شيخ الألباني شكو حديث ضعيف. وقد تبين من هذا أن من يزعم أن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله تعالى تنقص بالصالحين فإن قوله هذا باطل. و از این برمی آید یا که روشن می شود که کسی گمان کند که حقیقی توحید یعنی حقیقی توحید از آن عبارت است و اخلاص کردن همون انسان برای الله از آن عبارت است که این تنقص بالصالحین. این چی وقتی که ما اگر توحید خالص رعایت کنیم میگود و اخلاص رعایت کنیم میگو این کمبودی میشه در شأن صالحا بود فإن قول وعده باطل. پس چه باطله. هیچ وقت انسان اگر توحید رعایت کند اخلاص رعایت کند یگون ذره در شأن صالحات داغدار نمی کند، داغ نمی آورد. فإنه نعم وإنه ضال من الضلال الذي يجب على المسلمين أن يحذروهم على دينهم. دیدید یعنی اگر ما بود همه خیلی انسان ها باشن یک گمراهی است از چنان گمراهی های است که واجب است با مسلمان ها چیکار کنن؟ ان یحذروهم از اون خیلی انسان ها احتیاط کنن علی دینهم با دین اونها یا که با دین خودشون. یعنی که مثلا از چنین آدما باید که احتیاط کنن و دیگران هم چیکار کنن؟ حذر کنن که اینا یعنی که در دین یک داغ میبیارن و یک مصیبت میبیارن. و بالله التوفیق. و از الله است توفیق الله خداش یعنی که توفیق عطا بخشد. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا.